me get you some coffee. Thanks. Ooh. No, don't. Stop cleansing my aura. Don't just leave my aura alone, okay? I'll be fine, all right? Really, everyone. I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her. She left me. فصل اول قسمت اول پارت 5. مانیکا به راس میگه let me get you some coffee. میگه بذار برات یکم قهوه بیارم. بچه‌ها let me وقتی از یکی اجازه میگیرید که یه کاری براش انجام بدین، خب که تو فارسی ما بهش میگیم بذار. مثلا بذار برسونمت خونه. بذار برات قهوه بیارم. بذار کنارت بمونم. اوکی؟ از let me استفاده میکنیم. مانیکا میگه let me get you some coffee. میگه بذار برات قهوه بیارم. راس میگه thanks. بعد فیبی داشته این اورا این حاله دورش رو انگار تمیز میکرده. راست میگه no don't. میگه نه نکن. stop cleansing my aura. میگه دست از تمیز کردن اورای من بردار. حاله دور سر من بردار. just leave my aura alone. اوکی؟ میگه فقط این اورای منو تنها بذار. اوکی؟ اورا بچه به معنای حاله است. این حاله مثلا پیامبر دیدید یه حاله نورانی دور خودشون دارن. همه ماها بچه یه حاله دور خودمون داریم که حالا ممکنه که این یه حاله تو شرایط مختلف توش پر امواج منفی باشه، توش پر امواج مثبت باشه. به هر حال هممون یه حاله دور خودمون داریم. اوکی؟ بعد راست میگه I'll be fine. میگه حالم خوب میشه. alright really everybody. میگه خیلی خوب. really everybody everyone. I hope she'll be very happy. میگه که امیدوارم که خیلی خوشحال باشه. که مانیکا میگه no you don't. میگه نه تو اصلا هم یعنی نمیخوای که اون خوشحال باشه. که راست میگه no I don't. میگه نه نمیخوام. to hell with her. میگه بره به جهنم. بچه to hell with somebody یعنی اون شخص بره به جهنم. she left me. میگه منو ترک کرد، منو ول کرد، رفت. خب برای let me میخوایم مثال بزنیم. پس گفتم بهتون که let me میشه بذار. مثلا میخواید بگید که بذار بهش زنگ بزنم. چی میگید؟ میگید let me call him. بذار بهش زنگ بزنم. یا میخواید به شخصی بگید که بذار برسونمت خونه. میگید let me drive you home. بچه وقتی یک کسی رو با ماشین میخواید برسونید به یه جایی، drive از drive you، drive مثلا her، drive him. اوکی؟ drive somebody دیگه. let me drive you home یعنی بذار برسونمت خونه. من میخواید بگید که بذارید من خودم تصمیم بگیرم. چی میگید؟ میگید let me make my own decision. بذارید من خودم تصمیم بگیرم. حالا برای اورا میخوام مثال بزنم. گفتم اورا به معنای حال است. یه مثالی براتون بزنم که تو ذهن همتون بمونه. بچه یادتونه 2 تا رئیس جمهور قبلمون، خب یه رئیس جمهور سرخوش داشتیم، همیشه میگفت که یه حاله دور خودش، یه حاله نورانی دور خودش میبینه. Our president often said he has a bright aura. پرزیدنتمون، رئیس جمهورمون اغلب میگفتش که یه حاله نورانی دور خودش میبینه. یا بهتون گفتم پیامبرا همیشه وقتی تو عکس‌ها میبینید یه حاله سبز رنگ دور پیامبرا میکشن، یا تو فیلم‌ها یه حاله نورانی دور پیامبرا هستش. The prophets، prophet بچه به معنی پیامبره. پیامبران always have a green aura in the pictures. همیشه یه حاله سبز رنگ تو عکس‌ها دارن یا تو فیلم‌ها دارن. خب برای leave somebody alone، مثلا leave me alone یعنی منو تنها بذار، leave him alone اونو تنها بذار. اوکی؟ leave them alone اونا رو تنها بذار. الان میخوام بگم که اون خیلی عصبانیه، تنهاش بذار. میگم he's so angry leave him alone. تنهاش بذار. من میخوام بگم که لطفاً تنهام بذار. بچه leave me alone یعنی تنهام بذار، منو به حال خودم بذار. اوکی؟ Please leave me alone. لطفاً تنهام بذار. باید فکر کنم. I have to think. بچه ها have to یه صدای سافت ف میشنوید. I have to think. باید فکر کنم.
خب و بهتون گفتم که to hell with somebody یعنی بره به جهنم اون شخص. الان میخوام بگم که اون بره به جهنم، میگم to hell with him، بره به جهنم. یا با شما دعوام شده؟ نمیگم، من نمیگم، شما هم نگیده. مثلا با شما دعوام شده میخوام بهتون بگم که برو به جهنم، چی بهتون میگم؟ میگم to hell with you، برو به جهنم. اوکی؟ نگید به هم دیگه ها. آفرین. Let me get you some coffee. Thanks. Ooh. No, oh, no, don't. Stop cleansing my aura. Don't just leave my aura alone, okay? I'll be fine, all right? Really, everyone. I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her. She left me.